پارلمان ایران به تازگی قطعنامه‌ای را تصویب کرده که تنگه هرمز مهمترین مسیر نفتی جهان را مسدود می‌کند. حدود 20% از نفت جهانی و 30% از گاز طبیعی مایع LNG از این گذرگاه باریک عبور می‌کند. اگر ایران واقعاً آن را ببندد، پیامدهای آن می‌تواند فاجعه بار باشد. اول بیایید درباره غرب صحبت کنیم. اگرچه ایالات متحده بخش زیادی از نفت خود را تولید می‌کند، حدود 2% از وارداتش همچنان از مسیر هرمز انجام می‌شود. شاید این مقدار کم به نظر برسد، اما در بازار امروز هر گونه اختلال باعث جهش قیمت‌ها می‌شود. کارشناسان میگویند قیمت بنزین در آمریکا میتواند بین 20 تا 40 سنت در هر گالن افزایش یابد که باعث تورم و فشار بیشتر بر مصرف کننده خواهد شد. حالا اروپا، کشورهایی مانند بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و بلژیک حدود 15 تا 20% از گاز طبیعی مایع و سوخت خود را از طریق هرمز وارد می‌کنند. این میزان برای ایجاد جهش‌های بزرگ در هزینه گرمایش، برق و حتی بلیط هواپیما کافی است. همچنین تأخیرهای حمل و نقل و افزایش هزینه‌های بیمه‌ای تورم را در سراسر اتحادیه اروپا بیشتر خواهند کرد. و اما درباره کشورهای آسیایی، اینجاست که اثر واقعی خودش را نشان می‌دهد. چین حدود 40% از نفت خود را از طریق هرمز تامین می‌کند. هند حدود 60% و ژاپن و کره جنوبی تا 80%. این کشورها به شدت به انرژی خلیج فارس وابسته‌اند. انسداد ناگهانی این مسیر نه تنها قیمت انرژی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند صنایع را کند کند، باعث کمبود برق شود و زنجیره تأمین جهانی را با شدت بی‌سابقه‌ای مختل کند.